خب با سلام خدمت همه جنگ پژوهان عزیز، با بروزرسانی دیگر جنگ اوکراین در خدمتتون هستم و خب امروز آخرین روز اجلاس ناتو بود، البته دیروز میشه دیگه. و در این اجلاس خب اوکراین به هیچ کدوم از خواسته‌هاش نرسید، نه بهش تضمین دادن که عضو ناتو میشه، نه اینکه درخواستش در مورد لغو ممنوعیت استفاده از سلاح‌های دوربرد آمریکایی به جای رسید، برای اینکه مثلا با اتکمس بتونه خاک روسیه رو هدف قرار بده. و حتی هرچی رشته بود آقای زلنسکی در لهستان هم پنبه شد، یعنی آمریکا اعلام کرد که خود تنهایی باید از آسمان اوکراین دفاع کنه. اگه یادتون باشه یه قراردادی با لهستانی ها بسته بود آقای زلنسکی که طی اون قرار شد که لهستانی ها از غرب اوکراین دفاع بکنن. بعد لهستانی ها متوجه شدن داره آمریکا کلاه سرشون میذاره و گفتن که نه، چرا ما تنهایی این کارو بکنیم، ما ناتویم، همه با هم باید دفاع بکنیم از اوکراین. و بعد حالا آمریکا دید که دیگه باید خودش هم وارد عمل بشه، گفت که نه، پس هیچکی نکنه، خود اوکراین ما بهش همه چی دادیم، از جمله این بسته جدید حمایتی که میبینید، سامانه‌های 4 سامانه پاتریوت، یک ناسام و متخصص و هر چیزی که لازم بوده دادیم، از جمله موشک‌های ضد تانک، جاولین 84، موشک استینگر ضد هوایی، سامانه هایی که برای هایمارس مهماتشون لازم هست و همه چی دادیم و خود اونها میتونن از خودشون دفاع بکنن، نیازی نیست که کسی اونجا وارد بشه و کلن زدن زیر همه چی. و بسته‌های تسلیحاتی که آمریکایی‌ها اعلام کردن که دارن میدن چیز جدید نبود، هر ماهی یه بار ما اینا رو میدیدیم و ربطی به اجلاس ناتو نداشت. و خب آقای اوربان هم تا زمانی که در آمریکا بودن فرصت استفاده کردن، به دوست عزیزشون در وست پالم بیچ فلوریدا سر زدن. ویلای آقای ترامپ اینجا هست و به حال اینجا مذاکراتی راجع به صلح انجام دادن، احتمالاً بعد ایشون طرح صلحشون که به شدت پیگیر هستن ادامه میدن و برگشتن در کشور خودشون. اونجا اعلام کردن که اگر آقای ترامپ انتخاب بشه احتمالا صلح میتونه برقرار بکنه، ولی الان اعلام کردن که فعلا اختلاف دیدگاه‌های بین پوتین و زلنسکی خیلی زیاد هست و کار راحتی نیست. اما خب به خاطر همین جسارت آقای اوربان در این که اومده و سعی کرده برخلاف بقیه رهبران اروپایی و غربی صلح برقرار کنه و جلوی کشت و کشتار بگیره، در اتحادیه اروپا خیلی دنبال راهی هستن که طوری مجازات کنن این آقای اوربان که بقیه حساب کار دستشون بیاد و دنبال جلوگیری از خونریزی نباشن و جنگ دوست داشته باشن. و آقای اوربان رو میخوان ممنوعیت ها و محدودیت دیپلماتیک براش برگزار کنن. به زودی کشور مجارستان به طور دوره‌ای نوبتش میشه که ریاست اتحادیه اروپا رو به عهده بگیره، میخوان جلوی اون رو بگیرن. این البته پیشنهاد هست و دایره حقوقی پارلمان اروپا و اتحادیه اعلام کرده سفر ایشون به مسکو نقض قوانین و مقررات اتحادیه اروپا بوده و سیاست‌ها و دستاوردهای اینها رو به خطر میندازه. و در سمت فرانسه هم بعد از شکست سنگینی که آقای مکرون خورد در انتخابات و سوم شد، خب حالا تازه باز بهش دادش رسیدن سوسیالیستا و نذاشتن جبهه ملی به قدرت برسه. و اگه یادتون باشه من در چند هفته گذشته وقتی که آقای مکرون حزبش در پارلمان اروپا انتخابات شکست خورد، براتون پیش بینی کردم که در فرانسه به طور سنتی وقتی که جبهه ملی در آستانه پیروزی باشه، چپ ها میان با راستای میانه که آقای مکرون نمایندگیشون میکنه متحد میشن و نمیذارن خانم لوپن و حزبش برنده بشن. و این اتفاق افتاد اون زمان که من گفتم یه عده موافق نبودم باش، الان فکر کنم متوجه شده باشن که دقیقاً همون چیزی که من پیش بینی کردم اتفاق افتاد. در آلمان گزارش دادن که روس‌ها دارن برنامه‌ای رو پی میگیرن که مدیر عاملای صنایع دفاعی و کارخانجات نظامی بزرگ غرب رو ترور بکنن، از جمله مدیر عامل کارخانه راین متال رو که در آلمان هست که گلوله‌های توپ و خیلی چیزا میسازه برای اوکراین، خیلی چیزا هم تأمین میکنه. پارلمان آلمان هم ابراز آمادگی کردی که تمام پناهجوهای مرد اوکراینی که در اینجا هستن رو بده دست نظام وظیفه اوکراین، دیپورتشون کنه و اونها برن در جبهه بجنگن. و فقط فکر کنین، تصور کنین این کار رو در مورد ایرانی ها میخواستن انجام بدن، چه قشقرقی در دنیا به پا میشد.
اما این اوکراینی‌ها که 2 سال پیش در عرش بودن و همه جا اولویت همه چی رو داشتن، عزیز بودن و فرشته محسوب میشدن، حالا برشون میگردونن برخلاف قوانین حقوق بشری، چون اینجا جانشون در خطر دیگه و بعد برن جبهه. و اگه یادتون باشه در حمله موشکی روسیه به شهر کیف من تاکید داشتم که یه چیزی رو در این فرودگاه مرکز شهر زدم و من هنوزم مطمئنم که پاتریوت بوده و حالا یک لکه بسیار بزرگ سیاه رنگ در این منطقه دیده میشه که نشون میده آتش سوزی بسیار بزرگ اینجا اتفاق افتاده. دوستانی که یادشونه قدیما رو یادشون هست که قبلا هم آتشبارای پاتریوت اینجا بودیم، وسط این فرودگاه میذاشتن چون فضای خیلی خوبی بود و به نظر من قطعا یک حداقل آتشبار پاتریوت اونجا از بین رفته. و بریم سراغ جبهه خارکوف و بریم اونجا چه خبر هست. و خب در سمت لیپستی روس‌ها چیزی رو که قطعا ما فکر می‌کنیم از دست میره، یعنی هولوبوکه رو تونستن نگه دارن. چطوری من نمیدونم واقعا و دمشون گرم بچهای تیپ 155 تفنگداران دریایی، در حالی که اینا تقریبا محاصره شده بودن و راههای تدارکاتیشون زیر به هر حال بمباران نارنجک‌های پهپاد، چه FPV ها چه اون نارنجک اندازها بود و کنترل 24 ساعته داشتن. اما به هر حال اوکراینی‌ها تصمیم گرفتن به دلایل یا مجبور شدن عقب نشینی کنن و پهپادهای روس در حال پاکسازی منطقه شمال هولوبوکه هستن که اوکراینی‌ها در روز گذشته تونستن بگیرن. این منطقه که کشت و صنعت هست یا مزرعه است رو تونسته بودن تصرف کنن. پس هولوبوکه فعلا حفظ شد و روس‌ها هم البته دارن در پشت این منطقه نیروهای اوکراینی رو هدف قرار میدن با بمباران و توپخانه و حتی دوباره بمب 3 تنی رو ما داریم دیگه، روزی یه دونه دیگه. باز دورش در تصاویرش میبینیم. این 2 ساختمونی که میبینید در شمال لیپستی رو در نظر داشته باشید که اینجا بمب 3 تنی رو استفاده کردن. به نظر میاد مورد استفاده ارتش اوکراین بوده و همونطور که میبینید نصف ساختمون از بین رفت و اینجا دوباره بدیم من بیارم اینجا نصف ساختمون رو میبینید که دیگه وجود نداره و به طور کامل این 2 ساختمون منهدم شد و دیگه هرچی توشون بودم از بین رفته احتمالاً. و در سرپل بعدی که یادتون باشه روس‌ها موفق شدن از رودخانه رد شن، اینجا سنگربندی کردن. اوکراینی‌ها چندین بار سعی کردن این منطقه بهشون حمله کنن. وقتی که موفق نشدن این مسیر هم انتخاب کردن، سعی کردن با گرفتن این روستا در پشت سر نیروهای روس خودشون رو مستقر کنن که اینجا هم حملاتشون تا الان شکست خورده. روز گذشته هم یه حمله دیگه داشتن، محدود البته، اما اونم شکست خورده. اما در منطقه خود وولفچانس اگه یادتون باشه روس‌ها موفق شده بودن طبق گزارش‌ها و فیلمی که ما دیدیم از حمله تانک اوکراینی در اینجا به نیروهای روس این منطقه رو بگیرن. گمان زنی‌هایی بود که آیا وارد این ساختمان کالج هم شدن یا نه اینجا، که حالا ظاهرا نشدن و گزارش‌هایی که خودشون دادن بیرون در همین منطقه است. یعنی اینجا رو تونستن میگن که همونطور که میبینید منطقه ناپایداری هست به خاطر اینکه استحکاماتی توش نیست و ساختمون یا جایی که بشه پناه گرفت توش وجود نداره. بنابراین روس‌ها الان اینجا زیر ضد حملات نیروهای اوکراینی هستن، دارن سعی میکنن اینجا رو نگه دارن. مشخص است که وضعیت چطوری است. از این سرپلشون که اینجا هم حمله کرده بودن فعلا خبری نداریم. تنها فیلمی که اینجا داریم ازشون این هست که این ساختمون محل احتمالاً استقرار نیروهای اوکراینی رو با توپخانه منهدم میکنن و هدف قرار میدن. اما خب در کل اینجا هم باز چیزی نداریم بجز تصاویر ماهواره‌ای که نشون میده در این منطقه جنگلی نیروهای روسیه به شدت دارن از آتش خودشون استفاده میکنن و در منطقه تیخه که هر روز نیروهای اوکراینی رو اینجا با بمب فاب هدف قرار میدن نیروهای روسی و اجازه نمیدن که اونجا هیچ تمرکز نیرو انجام بشه که بتونن از این مسیر به جناح در معرض خطر روس‌ها حمله بکنن. پس بنابراین فعلا در جبهه خارکوف همه چی تثبیت شده است برای روس‌ها. خطر آنی اینها رو تهدید نمی‌کنه، اما گفته میشه که دارن از سمت خرسون نیروهای اوکراینی نیرو میارن که تیپ‌های 82
92 و 36 تفنگداران دریایی رو دوباره ترمیم میکنن که اونها بتونن حملات خودشون رو از سر بگیرن در این منطقه. این تیپ 36 هست و بتونن ضد حملهشون ادامه بدن. در خبری هم که اومده اینه که یک پهپاد اوکراینی در منطقه شبکینو اینجا یک نارنجک یا مهماتی رو روی یک خونه مسکونی انداخته. 5 کودک روس اینجا متاسفانه به شدت زخمی شدن و باز تصاویر زیادی هم در طول مرز همچنین می‌بینید روس‌ها همچنان رصد میکنن و این مرغداری ها رو فکر کنم مرغداری باشه با بمب فسفوری به آتش میکشن در منطقه مرزی. اما در جبهه کوپیانسک خب همونطور که یادتون هست اینجا نیروهای روس مشغول حمله هستن در مناطق مختلف به سمت کوپیانسک که اینجا مثلا ببینید که سنگرهای اوکراینی ها رو دارن هدف قرار میدن یکی پس از دیگری، یا در این منطقه ببینید که خیلی ما آیکون داریم، آیکون های بمباران روس ها و اینجا به وانت ها که نمیخوایم ببینیم بقیهش رو حمله میکنن، وانت رو به طور کلی نابود کرد و همونطور که ببینید تجهیزات مختلفی رو از اوکراینی ها دارن با بمب فاو و بقیه چیزا هدف قرار میدن. مشخصا اینجا حمله وسیعی رو به زودی شروع میکنن و ادامه به هر حال عملیات قبلیشون هست و در این منطقه تعداد زیادی یگان زرهی روس ها دارن. در سمت پیشانه خب تصاویری میاد که ادعاهای روس ها رو به نظر من نقض میکنه، چون گفته بودن تمام منطقه رو گرفتن. میتونه فیلم قدیمی باشه، تنها حالتی که داره این فیلم قدیمی میشه، چون همونطور که میبینید خود منطقه پیشانه رو دارن روس ها هدف قرار میدن، منطقه شمالیش رو، که این نشون میده که هنوز اوکراینیا اونجا هستن و دارن مقاومت میکنن. و به طور کلی البته مقاومت اوکراینیا در سراسر جبهه ها یک مقدار شل شده. دلایل زیادی براش آوردن، مثلا تیپ 79 هوابرد که در منطقه نوومیخایلівکا هست، میدونین کجا هست، اون عنوان کرده یکی از دلایل اصلی این ماجرا همین هست که خبرهایی که مثلا از اجلاس ناتو میاد این هست که مثلا به زودی قرار مذاکرات شروع بشه، مذاکرات صلح و این حرفا، و بنابراین مثلا سرباز اوکراینی فکر میکنه که 2 ماه بعد این جنگ تموم میشه و الان اولویت برای اون این هست که خودش تو این 2 ماه زنده نگه داره. در ماکیفکا هم خب یادتون باشه نیروهای روس وارد هم منطقه شمال شده بودن هم منطقه مرکزی در پشت رودخانه ژربتس و تصاویری هم که داریم همین رو تایید میکنه، دارن اون طرف رودخانه رو میزنن. و نکته بعدی که باعث کم شدن مقاومت سربازان اوکراینی شده این هست که دارن سعی میکنن سربازان حرفه‌ای و با تجربه خودشون رو یگانه حفظ کنن. مثلا دیگه در تیپ 79 اون سرباز یا افسری که الان مثلا 4-5 سال، چون مثلا تیپ 79 از قبل از جنگ حمله روسیه هم درگیر جنگ بوده دیگه، در جنگ شرق اوکراین، جنگ داخلیشون، اون سرباز رو سعی میکنن نگه دارن، به خاطر اون سرباز ارزشش قابل مقایسه با هیچی نیست و یک سربازی که الان تازه استخدام شده در یا جذبش کردن به زور یا به هر دلیل آوردن توی این تیپ نمیتونه اون کاری که اون انجام بده. برای اینها نیروهای جدید رو میفرستن جلوی روس‌ها و اونها هم خیلی نه روحیه دارن و نه آموزش مناسبی دیدن، خیلی زود تسلیم میشن. و خب در منطقه کریمینا هم همونطور که میبینید دوباره نیروهای روس مشغول کار روی استحکامات آزوف ها هستن که اینجا حمله کردن. میشه گفت تنها واحد اوکراینی ها که حمله کرد در این مدت نیروهای آزوف بودن که اونها هم خیلی مشکوکن. نیروهای آزوف در یه برنامه جداگانه صحبت میکنیم در موردشون، به خاطر اینکه برای فرماندهان اینها چند ماه پیش روس ها بودن به عنوان اسیر و الان هم تنها جایی که روس ها اجازه دادن، یعنی به هر حال یا مجبور شدن اینا عقب نشینی کنن، جلوی همین یگان 12 بود و اینها هستن که باز دوباره به زلنسکی انتقاد وارد کردن و من فکر میکنم این پوتین یک ارتباطی با این یگان 12 داشته باشه. دلیلی ندارم، فقط فکرم رو باتون در میون گذاشتم و اینها قرار هست که کارهای انجام بدن و حالا خیلی هم معتقدن که اینها پتانسیل اینو دارن که
کودتا کنن علیه زلنسکی اگر لازم باشه و قدرت رو به دست بگیرن. این قدرت رو دارن، اینا نیروهای نئونازی ارتش اوکراین هستن و خیلی نفوذ دارن، محبوبیت زیادی دارن مثلا بین مردم غرب اوکراین و بنابراین شاید پوتین بخواد با اینها یک بازی انجام بده و اینها یک معامله یا یک معادله ای رو دارن با پوتین انجام میدن که اینا جایگزین زلنسکی بشن در آینده و مثلا یک تعاملی رو با منافع روسیه هم داشته باشن، چیزی که روسیه میخواد دیگه، یعنی یک دولتی در کیف باشه که باهاش تعامل داشته باشه. اما خب دیدین که در روز گذشته نیروهای اوکراینی نیروهای روس رو در این دژ قلع و قم کردن در اون فیلم 32 دقیقه‌ای که در تلگرام گذاشتم. و خب حالا تصاویر داریم از روس ها که دیدیم اینجا دارن روی این روستا کار میکنن، ولی به هر حال تا زمانی که این دژ رو تصرف نکنن نمیتونن این مسیر رو ادامه بدن. و اما در سمت جنوب وضعیتشون خوبه، طبق گفته و اعتراف اوکراینیا تونستن این منطقه نسبتا وسیع در شمال روزدالیفکا تصرف کنن. این منطقه رو همونطور که میبینید و اینجا پهپادهای اوکراینی دارن به نیروهای روس حمله میکنن، همونطور که میبینید نارنجک روی سرشون میندازن و این نشون میده که این مواضع سقوط کرده، مواضعی که یک خط جنگلی طبق معمول روش قرار داره و به هر حال روس ها حالا فرصت خوبی دارن که بیان و دور بزنن این منطقه و اگر این مسیر خودشون ادامه بدن تمام این سنگرهای اوکراینی ها به طور اتومات سقوط خواهد کرد و اوکراینی ها مجبورن که عقب نشینی بکنن. و ببینیم که چطور میشه. فعلا این رو میدونیم دیپ استیت اوکراین این رو تایید کرده و بنابراین قطعا میشه بهش اعتماد کرد به هر حال چون دشمن روسیه است و خبر به نفع روسیه جل نمیکنه. و در خود شهر سیورس هم ببینید که توپخانه روسیه طبق معمول داره کار میکنه روی نیروهای اوکراینی و به هر حال سعی میکنه که اجازه نده که از اینجا که پایگاه تدارکاتی تمام جبهه هست نیرو توزیع بشه در جبهه. و اسپیرنه هم که سقوط کرده بود، هنوز روس‌ها دیگه قدمی بعد از اون بر نداشتن و کاری رو انجام ندادن. در جبهه چسیویار درگیری ها از راه دور هست، گرچه خب یک نفربر رو می‌بینیم که اینجا کانال رد شده و هدف قرار گرفته. نفربر قطعا اوکراینی، علامت صلیب روش داره و ممکنه از قبلا اینجا رها شده و روس‌ها به دلایل اونو منهدم کردن به خاطر اینکه اینجا خیلی نزدیک هست به کانال و نمیتونن اونو بیارن عقب، نه اینکه دست اوکراینی‌ها باشه. و خب همونطور که می‌بینید روس‌ها در این منطقه از توپخانه خودشون دارن استفاده میکنن. جایی رو که یادتون باشه یک بار 2 تا سرباز روس رفتن داخل جنگل و برگشتن که حالا روس ها دارن اینجا رو با توپخانه هدف قرار میدن و نشون میده که اینجا دوباره دست اوکراینی هاست و روس ها کنترل روش ندارن و این هم برای کار خدمه توپخانه روسیه رو دیدین که بلافاصله هم استتار کردن توپشون رو تا دیده نشه. و باز تصاویر زیادی میبینیم از اینکه پهپادهای اوکراینی دارن به اوکراینی ها حمله میکنن در داخل شهر چسیویار و به هر حال دارن سعی میکنن اینجا رو آماده کنن. اینجا البته خیلی کار داره لشکر 98 این یه تیکه رو 4 ماه طول کشید تا بگیره این لشکر و برای حمله به این منطقه چند تا سناریو داره. یکی که سعی کنه از گذرگاه هایی که به دست آورده از جناحین به شهر چسیویار حمله بکنه از طریق این جنگل هایی که تصرف کرده، یا اینکه به طور مستقیم حمله بکنه چون اینجا هم پل وجود داره همین که کانال خیلی عریض است و اوکراینی هم ازش استفاده میکنه، یا اینکه ترکیبی از همه اینها، یعنی هم از مستقیم بهشون حمله بکنه هم سعی کنه از جناحین که معمولا روس‌ها از ترکیب این مسائل استفاده میکنن. در منطقه نیویورک به روزستانی خاصی نداریم به جز اینکه روس‌ها قطعا این سیتادل رو تصرف کردن و حالا میخوان این ساختمون رو بگیرن یا شاید هم گرفته باشن تا الان، ولی میبینید که اینجا دارن کار میکنن روی ساختمون، یعنی که دست اوکراینی هاست در این لحظه حداقل که این فیلم داشته تهیه میشده و میبینید که تعداد زیادی گلوله توپ به این ساختمون برخورد میکنه، گرچه ساختمون خفنی هست و به نظر نمیاد که بخواد تسلیم بشه و خراب بشه
و برای همه اوکراینی ها در اون سنگر گرفتن و الان خط مقدم به این شکل است. و خب تیپ 32 مکانیزه اوکراین هم که الان با کمک تیپ های 95 و لیوت تیپ ویژه پلیس تونست این خط نیویورک رو بالاخره تثبیت بکنه. این تصاویر رو نشون داد از وضعیتی که الان این منطقه داره. و در سمت جنوب هم خب میدونیم که اوکراینیا عقب نشینی کردن مرکز شهر نیویورک و الان این منطقه که منطقه بسیار سختی هم هست تصرفش، هم که میبینیم پر از کارخونجات و ساختمان‌های صنعتی دست تیپ اسکالا هست و 245 و اینجا هستن و آتش توپخانه روس هم الان روی این منطقه سعی میکنن این چند ساختمون باقی مونده بزرگ رو تصرف بکنن و احتمالا سعی میکنن که این منطقه رو دور بزنن، به خاطر که حمله مستقیم به این منطقه خودکشی هست. اینجا وضعیت خوبی برای دفاع داره و بعد بریم چطور میشه. و البته خب اینجا علاوه بر اینکه میتونن اینجا رو دور بزنن، میتونن حملهشون رو به سمت تورتسک هم ادامه بدن و اگر بتونن این کار رو انجام بدن تمام منطقه دور میخوره. همینطور که میبینید از این قسمت هم این کار رو میتونن انجام بدن، حداقل شانسش وجود داره. 2 جناح دارن که میتونن تمام منطقه رو محاصره کنن و لازم تک تک این ساختمون ها رو بگیرن و تلفات بدن. بریم در منطقه اوچرتنه. اینجا اتفاقای مهمی افتاده. اولا که باز دوباره اوکراینی ها گزارش دادن که روس ها در این منطقه پیشرفت کردن. ما این گزارش رو داشتیم از طرف روس ها، حالا خیالمون راحته که اوکراینی ها هم تاییدش کردن. و همینطور که میبینید از این جایی که روس ها هستن تا اتوبان چسیویار به پوکروفسک فقط چقدر فاصله داریم از اینجا تا اتوبان H32 5 کیلومتر و 200 متر، یعنی هم 5 کیلومتر فاصله داریم که فاصله بسیار کمی هست. و اگر روس ها بتونن این روستا رو تصرف کنن که من فکر میکنم همین الان هم که دارین شما اینو میبینید تصرفش کرده باشن، روستای بسیار کوچیکی هست و اوکراینی ها اینجا دیگه توان دفاع براشون نمونده دیگه، چیزی بین اونها و اتوبان وجود نداره. و خب این اتوبان میبینید که اتوبان بسیار مهمی هست و اگر این اتوبان سقوط بکنه به هر دلیلی روس ها اینجا یک برتری پیدا میکنن، به خاطر اینکه تدارکات اوکراینی ها در این منطقه دچار مشکل عدیده میشه و همونطور که میبینید اتوبان H20 هم که این پایین هست وصل هست به H32 و یه جورایی ازش تغذیه میکنه، چون به خاطر اون طرف سمت چسیویار که الان نبرد هست و این اتوبان هست که من کشیدم راحت ببینید. اینجا زیر آتش توپخانه روس ها هست به خاطر نبردهایی که در چسیویار و کلیشیفکا و غیره وجود داره و فقط تنها قسمتی که قابل استفاده میکنه از سمت پوکروفس هست که بعد میاد اینجا H20 رو میبینید که میاد تمام منطقه نیویورک از اون استفاده میکنن و با تصرف و قطع اینجا تمام منطقه دچار مشکل میشن. اما در جای دیگه که روس‌ها پیشروی کردن، خب امروز وزارت دفاع اعلام کرد که وسخود رو گرفته. خیلی اهمیتی نداره چون ما از مدت‌ها پیش میدونستیم که اینجا رو گرفتن و خبر جدیدی نبود. منتها تصاویری که میبینید رو منتشر کردن روس‌ها داخل وسخود و دیگه میتونیم به چشم خودمون اطمینان کنیم که وسخود رو گرفتن و این عزیزان که میبینید هم پرچمشون رو آوردن که اینجا نصب بکنن و این پرچمشون رو میبرن و روی این ساختمون وسخود نصب میکنن و دیگه اینجا سندش به نام اینها میخوره. و اما خب روس‌ها اعلام کردن بجز اینجا روستای یوگنیوکا رو هم گرفتن، یعنی این روستا تا اینجا، چون روستای بسیار درازی هست این روستا همونطور که میبینید از اینجا شروع میشه تا اینجا این روستا رو هم به طور کامل گرفتن و خب حالا دیگه خیلی به پروگرس و ووفچه نزدیک هستن و اینجا رو هم میتونن تصرف کنن به زودی. و به روزستانی مثل جالب اینجاست که گزارش شده روس‌ها تونستن وارد منطقه نووسیلیفک پرشا بشن و اینجا هم تقریبا تصرف کردن. البته طبق چیزی که میگن این قسمت رو تصرف کردن به این شکل هست که
قسمت شمالش و قسمت مرکزش رو تصرف کردن که میشه در واقع اصل جاش هست و من فکر می‌کنم که اینجا هم سقوط کرده. نیروهای اوکراینی از قبل گفته بودیم که مجبور بودن اینجا عقب نشینی کنن و به خاطر اینکه راههای تدارکاتشون بسته شده و الان به این طرف این رودخانه وفچا نقل مکان کردن. پس بنابراین روس‌ها احتمالاً فردا اعلام میکنیم ما که نووسیلیفکا پرشا هم گرفتن و تقریبا نبرد در این طرف رودخانه تموم میشه و خط دفاعی بعدی محل درگیری ها خواهد بود و اونجا خواهیم دید که چی میشه. یگان سودوپلاتوف هم واقعا بیچاره کرده نیروهای اوکراینی در این منطقه و خیلی داره بهشون ضربه میزنه. روزانه 20 تا از اینجا تصویر میاد بیرون و نیروی هوایی روسیه هم برای پایگاه تدارکاتی اوکراینیا در این مناطق هدف قرار میده. و خب جای بعدی در کراسنوگوریفکا است که باز داره طبق گزارش هایی که اومده روس‌ها تونستن در 3 جهت پیشروی کنن دیگه. اکثر نقاط کراسنوگوریفکا رو تونستن تصرف کنن، در این مناطق پیشروی کردن و از این سمت و از سمت شمال و تونستن مناطق بزرگی رو در منطقه کراسنوگوریفکا بگیرن و تقریبا میشه گفت نبرد کراسنوگوریفکا دیگه تموم شده است و نیروهای اوکراینی هرچه زودتر باید از اینجا عقب نشینی کنن. فقط قسمت کمی از اینجا مونده طبق این گزارش که اون رو هم به زودی روس‌ها میگن و نبرد کراسنوگوریفکا با اینکه شهر بزرگی هست خیلی زود داره تموم میشه. اندازه این شهر خیلی کمتر از باخموت نیست ولی با نبرد باخموت 8 ماه طول کشید، این کمتر از 3 ماه داره تموم میشه و با تلفات خیلی کمتر برای روس‌ها و همینطور برای اوکراینی‌ها. و دیگه حالا اوکراینی‌ها مجبورن احتمالاً برن پشت این رودخانه مواضع جدیدشون رو برپا بکنن و خب اینجا البته مشکلاتی خواهند داشت به خاطر اینکه روس‌ها از جناحین میتونن بهشون حمله بکنن و خط دفاعی بعدیشون هم که البته پشت همین رودخانه بعدی هست که میتونن برن اونجا. اما در سمت‌های دیگه، در سمت پوبیدا نیروهای روس دارن سعی میکنن روی مواضع اوکراینیا کار کنن، میادین مینو دارن خنثی میکنن و سعی میکنن که اینجا حمله بعدی خودشون رو انجام بدن و سرپل‌های خودشون رو گسترش بدن در این منطقه و خودروهای اوکراینی هم که اینجا بلافاصله بعد از این متوقف میشن تا نیرو پیاده کنن با آتش توپخانه یگان 238 هدف قرار میگیرن که اینجا واقعا خطر بسیار بزرگی است برای نیروهای اوکراینی که میبینید یکی پس از دیگری سنگرها و درها توپخانه هاشون رو نابود میکنه و اینجا میبینید یک توپ هویتزر اوکراینیا در حال سوختن از. اوکراینیا هم تونستن با هایمارس یک ضربه نسبتا خوب بزنن. سیستم تور امسر رو میبینید در اینجا که هدف قرار میگیره و سعی میکنه اول با موشک پهپاد شناسایی رو سرنگون کنه، نمیتونه و در نهایت هایمارس شلیک میکنه، به هدف دقیقا اصابت نمیکنه همونطور که میبینید ولی احتمالاً خسارت وارد کرده و این کسی هم که این فیلم رو تهیه کرده واقعا دستش درد نکنه، زده رو دست بالیوود انقدر که از فیلم ماتریکس استفاده کرد. و باز در اینجا میبینید که تیپ 33 با کمک پهپادهای شناساییش موفق میشه یک موضع روس‌ها رو پیدا کنه، اون هم باز دوباره به هایمارس احتمالاً یا به هر حال بمب‌های هدایت ماهواره‌ای بود که موفق میشن اونها رو مقر رو نابود کنن. و به روزرسانی خاصی در این منطقه نداریم و اینجا گزارش تیپ 79 هم هست که همین چیزی که گفتم خدمتتون رو میگه که این بحثی که به زودی میخواد آتش بس بشه و صلح انجام بشه باعث شده که نیروها نجنگن و سعی کنن که زنده بمونن این 2-3 ماه رو تا برای آتش بس شروع بشه. در این منطقه طبق معمول از موشک لمور روس‌ها استفاده میکنن و این ساختمان اوکراینی ها رو هدف قرار میدن و از بین میبرن. در منطقه اوریژاین هم به جز برها بمباران های معمول چیز خاصی نداریم و دوباره روس‌ها هنوز موفق نشدن پیشروی کنن در این مناطق و همینطور به نیروهای اوکراینی دارن ضربه میزنن با کمک نیروی هوایی و توپخانه. و به آخرین گزارشی هم که در جبهه ببینیم اینجا هست که برها سازمان انرژی اتمی مچ روس‌ها رو گرفت و معلوم شد که روس‌ها تجهیزات نظامی خودشون رو درست کنار راکتور
اتمی پنهان میکنن، به خاطر اینکه خیالشون اینجا راحته که اوکراینی‌ها به خاطر ترس از صدمه زدن به این راکتورها نمیتونن اونجا رو هدف قرار بدن و برای این نقض قوانینی هست که روس‌ها بهش ملزم شدن. در منطقه اودسام روس‌ها یک چیز بسیار بزرگی رو از هدف قرار دادن. من دقیقا نمیدونم چیه. همونطور که میبینید ابعاد انفجار خیلی بزرگ هست، یعنی برای انبار مهمات بسیار عظیمی رو اینجا منهدم کردن یا چیزی شبیه این. و به عنوان آخرین خبرم روس‌ها اعلام کردن که میخوان 200,000 نفر از نیروهاشون رو تا پاییز بفرستن به مرخصی طولانی. 150,000 نفر از سربازان اجباری هم که تو اون 300,000 نفر اینها رو گرفته بودن هم به طور کامل مرخص کنن خدمت و بعد نیرو در همین حد، یعنی 350,000 نفر سرباز جدید بگیرن در روسیه که بتونن جایگزین اینها بکنن. خب به پایان بروزرسانیمون رسیدیم و مثل همیشه دمتون گرم و تا بروزرسانی بعدی به خدا میسپارمتون. خدا نگهدار.